یک کلمه بسیار غلط رو امروز والدان استفاده میبرند، با طرف کودک میگردند و میگویند که با عصبم نرس. بسیار امروز مشاهده میشود، گرچند کلمه به اصطلاح کوچکی گوییم اما بسیار استفاده میشود. شما با این چگونه همچون روانشناس بهاگذاری میکنید؟ من همچون روانشناس والدان را نیز میفهمم، چون که مکتب والدان نیست که به ما آموزاند که چگونه فرزند را تربیت کردن در کار. بله. مثلا بسیار وقت کلان سالان ما آن اندیشه را دارند که فرزندان دم به دم تیز خودشان کلان میشن، لیکن اندیشه نادرست است. فرزندان خود به خود کلان نمیشن. برای یک فرزند را کلان کردن با پدر مادر چقدر مشقت میکشن برای او. میگه که والدان ما حالا از جهت پسیکولوژی بسیارشون برای والدان شدن تیار نیستند. برای همین هم مشکلی ها که وقتی که روبرو میشوند بعد در آنها جای گریز میکنند. با سبب نرس من ببینید وابستگی در کودکان به تلفن یا که به پلانشت کامپیوترها از کجا پیدا میشد؟ از مناسبت والدان. اگر والدان کودک وقتی زیاد گذراند، کودک به چیز دیگر احتیاج ندارد. آن چیزی که در دوره کودک احتیاج داره این والدان است، به وقت آنها احتیاج دارد. من میفهمم حاضر یک عرف به تبدیل یافته است که والدان ما کوشش میکنن که فرزندانشان لباس های قیمت بها یعنی که پوشن، آنها به رستوران های قیمت بها بروند و آنها زادروزهای خیلی قیمت بها را تشکیل کنند، باغچه های گران ارزش را تحصیل کنند، زبان انگلیسی، روسی یا که دیگر زبان ها را از خود کنند. این خیلی خوب است، که یک چیز را باید به حساب بگیریم که گرچند که از این طرف ما تامین میکنیم، این چیزها در خاطره کودکان نمی ایستد. در خاطره کودکان آن چیز می ایستد که کی والدانشان با آنها یک جای بازی کردگی بودن، کی یگان تحفه آوردگی بودن. من شما هم اگر کودکتان به خاطر بیاره چی به خاطرتون؟ که ما پدرتان مثلا از کار آمدن و شما یگان تحفه آورد، یگان توپ به شما آورده بودن یا که چیزی دیگر. یعنی اینها مهمتر هستند. بله، وقتی والدان مهر و محبت آنها از همه چیزی مهمتر هستند، چون که کودک از کدام برند لباس پوشیدگیشه وقتی که کلان شد او در خاطر او نمیماند، لیکن آن خاطره های خوب اموشنالی که کودکان به خاطر میگیرن آنها یک عمر آنها را بعد یک چیز است این ارزش عائله را با کودکان احساس میکنن. ببین برای جهازی همه جوانان ما جدا میشوند، ارزش عائله پس شده است. چرا؟ چون که از خردسالی در عائله های ما از همه چیز ارزش این ثروت است، پول است، کار کردن در کار. برای همین هم همه این به فرزندان ما تاثیر خودش را میرسانه. سلامت باشید.